آخیش امروز قرار شده به کارام برسم، گوشی نه. نه این کارا نکن. تو قرار شد امروز به هدف و کارات برسی. اگه بری تو گوشی دیگه نمیتونی به کارات برسی. آره راست میگی، برم به کارام برسم. سلام. ببین سارا جان، دنیا 2 روزه. گوشیتو بردار و برو اشغال کن، بعدا هم میتونی به کارات برسی. ببینم تو دشمنشی یا رفیقشی؟ معلومه که رفیقشم. تو دشمنشی که میخوای مانع عشق و حالش بشی. الان داری مانعش میشی که به کارا و هدفاش برسه. سارا به حرف اون امول گوش نده، به حرف من شیطون بکن. همین الان گوشیتو بردار و برو اشغال کن. مگه آدم چند بار تو این دنیا میاد؟ ها؟ به من گفتی امول؟ آره تو یک امولی و نمیذاری اون اشغال کنه. تو مانع اشغالش میشی، تو دشمنشی. نه بس دیگه بابا، خودم تصمیم میگیرم، نیاز به هیچ کدومتونم ندارم. برید کارتون. آقا جان 1 دقیقه میرم تو گوشی یه چک میکنم، بعدش هم میام به کارام میرسم. تموم شد و رفت. شب شده. داز بگیرینش. ماما منم سارا. چه جان تویی؟ ماما چرا انقدر پیر شدی؟ حقیقتا 10 سالی میشه تو رو ندیدم. به چه جان؟ 10 سال؟ چطوری آخه؟ یعنی چی؟ نمیفهمم. والا خودم دقیق نمیدونم چه کار رفت به چه جان، ولی یک روز دیدم که از اتاق دیگه نیامدی بیرون. هرچی اومدم صدات زدم، بخواستم برات غذا بیارم، ولی تو انگار نه انگار همچنان سر تو گوشی بود. ولی من فقط 1 دقیقه رفتم تو گوشی. اشکال نداره به چه جان، مهم اینه که الان آمدی بیرون و تو رو دارم میبینم. نه مامان نه